سلام به تمام شما دوستای گل ما، خوش آمدین در روز سوم بلاگ ما. دوباره بلاگ ما از ولایت غزنی هست و امروز قرار است یک جای خیلی خوب بریم. نمیفهم دقیقاً کجا میخوایم بریم دیگه، به احتمال زیاد که پدرم تصمیم میگیره که کجا میریم و میخوایم از اینجا دوباره با شما یک ویدیو بگیرم، یک ویدیو خیلی خوب. شما ویدیو تا آخر بیننده باشین و بریم که به خیر سفر خداحافظ کنیم. در موتر جایی نشدیم، مجبور شدم که ما دوتا یک جایی بریم، به خاطر که تعداد زیاد است. یک موتر که 5 نفر قرار است جای شوه، در اون موتر ما تقریبا چند نفر شدیم؟ 9 نفر هستیم. 3 تاش طفل است، دیگرای ما کلان هستیم. دیگه موتر سنگین میشه، یگان جای بالایی و پایینی داره دیگه، باز موتر هیچ دو قسمت ها صحیح رفته نمیتونه. از خاطر ما دوتا تصمیم گرفتیم که بیایم پیاده و یک قسمت از راه چقدر مهم نشده. بیا یک دفعه اینجا استاده شد، ما بخیر مانده شده. چطور لوکس استاده استی هوا گرم گرم. این قسمت مکتب است، آمدیم از اینجا یکم وسایل برداریم دیگه. بخیر باز میریم سمت کجا میریم؟ سلام علیکم، حال اول کلیگی انشالله خوبه دیگه. بخیر امروز طرف شای مردان رسیم. این روز دوم یکی در ترگان هستیم. دیروز در کوی دلندر گشتیم، امروز هم نوبت شای مردان است. تا چاشت بخیر. بعد چاشت خواست دارم که یک عروسی در قلعه ماست، یک عروسی بریم. امشب یک عروسی عروسی رو مخریم. امشب یک عروسی از اینجا عروسیش مگه خیلی خوب شست. خوبه بود تو سعی تجلیل میکنن، چند روزم طول میکشه. این مردم ها خیلی شاد هستن. مثلا عروسی اینجا کم هست، خیلی با همو شوق و علاقه که دارن خوب عروسی خوب میگیرن. دقیقاً. بعد از اون بخیر دیگه یک منطقه را پیدا کردیم، بس صبح بخیر صبح اونجا مریم. یک فضای خوب، جای آرام و خوب آب و هوا داره، خوب آوی خوردن داره. انشالله صبح اونجا بریم. فردا بخیر اونجا میریم، از اونجا متن ویدیو میگیریم دیگه. شما هم دقیقاً کن برای نظرات نوشته کنین، بگین که دیگه خوش دارین از کجا متن ویدیو بگیریم. تمام شما ویدیو بگیریم و شما ببینید باشین. اینی کو به نام کوی شای مردان است که همینجا زیارت است. درست؟ زیارت همینجا بله. زیارت این طرف است. یک کمک پایین تر که بریم ایسته باز یک قریه میاد اینجا به نام قریه دی دولت که ما پارسال رفته بودیم دیگه. از اون پایین تر که بریم این قریه دیگه به نام چیست؟ اینی قریه به نام دیو مدیار است. دیو مدیار است. نزدیکتر کنم. این قلعه خورسکستگی. این به نام چیست؟ این قریه به نام چیست؟ دیخوشی. دیخوشی. کسایی که از دیخوشی هستین دیگه ببینین شاید پشتش دقیق شده باشین. اینجا کلینیک است، در پالیش اونجا مکتب است.
که اینجا پیشتر رفته بودیم. بازی قریه دیگه می این کدوم قریه است؟ قریه گودلیاجت. گودلیاجت. دیگه بالا پیش برن دیگه. او بالای ترگنستک. دیگه من نامش صحیح یاد ندارم. بعضی بالا سر ترگنستیه. آمدیم در زیارت سخیشای مردان رسیدیم. اکثریت تورگنی ها اینجا رو میشناسن و به زیارت کردن میاین. خیلی از کسایی هم که وقتی میخواین ازدواج کنن بعد از اینکه عروسی کردن اینجا میان حتما زیارت میکنن. ما هم امروز آمدیم. البته از خانه با خود غذا جور کرده آورده بودیم. غذا امشب ما یک شوروا بود، شورای وطنی خوشمزه. دیگه جایتون خیلی خالی. وقتی نان خوردیم تقریبا 2-3 ساعت با فامیل همونجا شیشتیم و شیشتیم و قصه کردیم، چای خورده رفتیم. اصلا نفهمیدیم وقت چی رقم گذشت. میخوایم برگردیم سمت خانه به خاطر که امشب در عروسی دعوت هستیم. از اختر میخوایم زودتر برگردیم تا میریم و تا آماده میشیم یکمک وقت میگیره دیگه. از خاطر تصمیم گرفتیم زودتر بریم از اینجا. فعلا هم ساعت 3 البته تیر شده. یه سم بخیر سمت خانه که بریم آماده شویم برای عروسی امشب. دیگه آماده شویم بخیر روی سمت عروسی بریم که چه عروسی شب امشب. کمک خسته هستم، بیرون بودیم منتها ارزش داره بریم ببینیم که عروسی چی رقم است. اول قرار است بریم در مسجد نان بخوریم، بعد از او قرار است پس دوباره برگردیم خانه. بعد از او باز دوباره میریم در همون جایی که عروسی است دیگه. میله اصلی اونجا شروع میشه دیگه. بریم که ببینیم چی رقم است، چی رقم تیر میشه بر ما. قرار است با پدرم بریم سر از کوهی که براتون نشان میدم. قرار است سر از کوه بالا شویم و مطمئناً که خیلی خسته میشیم. چرا زوم نمیکنه؟ دایی کوه میخوایم دایی کوه بریم بالا شویم دیگه. پدرم هم تازه دو قسمت رسیده. ما قرار است که حرکت کنیم بریم. هوا تو گرم دیگه. بهتر است که چادر خیلی کمک پیش کش کنم که هفته زیاد در رویم نخوره، به خاطر که همیالم دی چند روزی که بدیم یک رقم سیاه شدیم که دیگه چی بگویم. دستایم کمک تر بود دیروز نه پریروز. دستم تر بود هفته زده بود و قسمت دستم میخی سوخته دیگه. حالا با وجود که زید آفتاب بیشتر میذاریم اما بازم تاثیر و قدر نداره، به خاطر که هفته از اینجا خیلی تیز است. از او خاطر حالا که میخوایم بریم دوکو هفته دیگه تقریبا مستقیم از اون طرف در روی با میزنه دیگه. بریم خدا کنه که بتونیم به او بلندی بالا شیم. دیگه را دو قسمت است. قرار است تعداد نفر بریم بالا.
این زردالو هم تقریبا پخته شده. میبینین ماشاءالله چی بریام کده. خسته شده نفس میزنم. در او پایینم نمیفهم که کسی تکانده افتاده یا خودش زیاد پخته شده افتاده. این طرف دیگه هم کلن پخته شده. ماشاءالله چی بریم کده. خوب شیرین بخوره. شیرین است. ما بالاخره رسیدیم در کوه کولگک. فعلا در یک موقعیت هستیم که تمام دره تورگن رو میتونیم در اینجا ببینیم و یک موقعیت خیلی عالی است. ببینین این قریه ها تمامش در بین دو تا دره است، در بین دو تا کوه است که اگه میخواین که چی، یعنی در همین ویدیو براتون نشان میتم تمام قریه ها را براتون نام میگیرم. کسایی که از این قریه ها 100% میشناسین و میبینین. دیگه فعلا در یک جای هستیم که خیلی بلند است. همه جای به خوبی میبینیم، قابل دید است. یک کمک شمال است. من نمیفهم که صدای مسایی میایه یا نمیایه. منتها کوشش میکنم که یک ویدیو خوب براتون بگیرم. دیگه فعلا جایتان خالی. در یک جای هستم که واقعا جایی است که واقعا آدم لذت میبره از دیدنش. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ما همزی بالای تورگن یک شروع میکنم از صیدای سیاخول. این قریه سیاخول است و تصویر میبینین و ایستایشتان پایین میم که ببینیم این قریه دیگه یک از دیمرخان است. قریه دیمرخان است. قریه دیمرخان و به تعقیبش قریه دیدلاس است و این طرف هم قریه خود ما لالندر است. قریه دولت خان، قریه دی بیرم میگن و به تعقیبش این قریه دیگه هم کوندی است. گودلمیر است. قریه گودلمیر و او طرف افتاده هم قریه گودلیاجد است. پایین که است قریه دی دولت است که داخل نقطه است. باش من کمی نزدیک کنم ببینم که چی میبره. تصویر صحیح می نمیه. قریه دی دولت است. روز خوش، خداحافظ.
پارسال ما رفتیم زیادتر قریه دی دولت گشتیم به خاطر که قریه شبیشن همونجاست و همراه خانواده اون آمده بودیم. اما امسال همراه با خانواده خودم آمدم و خواستم که بیشتر از قریه پدری خودم براتون نشان بدم و از دره زیبای تورگن. امیدوارم کسایی که از دره زیبای تورگن هستین از دیدن این ویدیو لذت ببرین و اگر نیستین ببینین که دره تورگن چقدر زیبایی‌های خاص خودش داره و اگر خواستین حتما بیاین بر تفریح بر دیدن. واقعا جای عالی است، به نهایت عالی است. کوه خیلی بلند داره و یک چی بگویم یک دره خیلی کلان است که در بینش قریه‌های خیلی زیاد است. دیگه شما در ویدیو همون رقم که می‌بینین یک جای فوق العاده عالی است. ما بخیر کم کم بریم پایین دیگه. یک تعدادم رفتن پایین. یک کم خسته شدیم، خوب شد اینجا شیشتیم، خستگی ما رفت شد دیگه. اینقدر تشنه شدیم که زبانم کلا میچسبه دهنم. یک تعداد رفتن پایین دیگه، ما کم کم میرم پایین و ادامه ویدیو رو شما از اونجا ببینید. خودتون ببینید. حالا قرار سازی کو پس دوباره پایین بریم. مگم احساس میکنم بالاشتنش خیلی آسان‌تر بود بخاطر که این سنگا این تو لشم است. میترسم که پای خودمانم یک دفعه پایین نرم. بالاشتنش آسان‌تر نبود؟ بوده آسان تو دیگه. به خدا سخت بود. مگم بهتر بود اما این دفعه دیگه سخت شد. خب آمدم دیگه. روز آخر دولت غزنی بودیم و قبل از اینکه دوباره حرکت کنیم و برگردیم سمت کابل رفتیم در قریه دیمیرخان. قریه دیمیرخان قریه مادریم است و پدرکلان مادریم از قریه دیمیرخان است. دیگه آمدیم اینجا زمینایشان است، آمدیم سر زمینایش، آمدیم یک کمک میوه خوردیم و مت یک کمک نگاه میوه چیندیم که خود میخواستیم ببریم کابل که ببریم و به دیگرها هم به دیگه اعضای خانواده هم ببریم مثل خاله ها و ماما های مینا. آخرین بار که در قریه دیمیرخان آمده بودم خیلی خرد بودم. شاید بعد از 15-16 سال بود که دوباره برگشته بودم در قریه و یک گوشه از خاطرات طفولیت ما دوباره اینجا زنده شد. ما همیشه در شوق قضیه بودیم که بیایم خانه بابی خود. او زمان بابیم دولت غزنی زندگی میکرد و ما فقط میتونستیم سال یک دفعه بیایم دیدنشان. او هم در تعطیلات تابستان بود. از شور و شوق ای که خانه بابی خود میریم یادم است که شبا اصلا نمیتونستم بخوابم. همگی خیلی هیجان زده بودیم، مخصوصا ما خواهرم و بیادرایم. امروز بعد از سالهای خیلی طولانی دوباره من برگشتم در این قریه، ولی او شور و هیجان را که من او زمان داشتم حال ندارم. من حال او احساس را که قبلا تجربه میکردم ندارم. احساس میکنم یک کمک برم دورتر شده، یک کمک برم بیگانه تر شده. جدا از احساسات دیگه بیاین که براتون قصه کنم که چی شد. رفتیم قریه مادریم، رفتیم سر زمینایشان، رفتیم میوه خوردیم. خانه یک از فامیلای بابیم رفتیم، چاشت همونجا بودیم، رفتیم خانهشون مهمان شدیم. دستشان درد نکنه خیلی زحمت کشیدن و بعد از اینکه غذای چاشت خوردیم دیگه تصمیم گرفتیم که بعد از ظهر بخیر حرکت کنیم سمت کابل بیایم. از یک طرفم دو دل شده بودیم که اگر بیایم شب در راه اتفاق نفته، ولی خب بازم به هر صورت تصمیم گرفتیم که بیایم برگردیم کابل. بعد از ظهر تقریبا ساعت 4 بجه بود که حرکت کردیم، آمدیم سمت مرکز ولایت غزنی. به خاطر که شب خیلی دیر میرسیم در کابل و ممکن بود که در آن موتر ما خراب شود، از وقت تصمیم گرفتیم که شب باشیم خانه یکی از فامیلای دیگه ما در مرکز شهر غزنی و فردا صبحش بخیر دیگه حرکت کردیم رفتیم سمت کابل و تقریبا تمام سفر ما 5 روز طول کشید که بر ما خیلی خوش گذشت در 5 روز و تشکر از اینکه ویدیوهای غزنی را دیدین.
اگر ویدیوهای قبلی رو ندیدین برین حتما ویدیوهای قبلی رو ببینین، نظراتتون در قسمت کامنت برای من نوشته کنین و اگر چینل سابسکرایب نکردین چینل هم حتما سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند پاک میسپارم. خدا حافظ، نگهدار همگی شما.